به نام خداوند بخشنده و مهربان. این جانب صمدالله طاهری، فرزند اسدالله، ساکن روستای دارالسرور بخش آبی که قزوین هستم. قبل از انقلاب پیمانکار طرح‌های عمرانی استان زنجان بودم. بعد از انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در تشکیل جهاد سازندگی در این ارگان مقدس مشغول به خدمت شدم. دوران سربازی سال 1362 خدمت در کردستان را انتخاب کردم. بعد از سربازی در جبهه‌های جنگ مشغول به خدمت شدم. در آزادسازی فاو عراق شیمیایی شدم. چند سال هم در وزارت سپاه کار کردم. بعد از جنگ متوجه شدم که آمریکای جنایتکار با یک جنگ دیگری به نام تهاجم فرهنگی، حمله به مغزهای جوانان با گسترش مواد مخدر و آسیب زدن به حجاب و معنویت مردم وارد میدان شده است. این جانب مثل دوران گذشته برای نجات جوانان از مواد مخدر مشغول خدمت شدم. بعد از مدتی احساس کردم در این کار یک نیروی معنوی قوی لازم است. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان سال 1371 برای یافتن مکان خلوت به کوههای طالقان رفتم. در آنجا از خداوند بزرگ کمک خواستم تا بتوانم کشور عزیزم را از این بلای دین برانداز و خانمانسوز نجات دهم. جوانان زیادی را متحول کردم. مشغول خانه ساختن و تشکیل زندگی این جوانان بودم. ناگهان افرادی آمدند به من گفتند این کار شما موجب تأخیر در قیام حضرت مهدی می شود. آنها گفتند ما باید برای گسترش ظلم و فساد حتی خودمان دامن بزنیم تا حضرت مهدی زودتر قیام کنند. من را تهدید کردند که دست از این کار بردارم، که من به آن جماعت گفتم این افکار شما منحرف است. دجال با این افکار در جامعه فعالیت می کند. شما با چه منطقی این حرفها را می زنید؟ یک آیه از قرآن بیاورید که خداوند ظلم را تایید کرده باشد. به آنها گفتم که زن چه گناهی کرده که از شوهر معتادش با 2 بچه طلاق می گیرد. هزاران پدر و مادر از ناراحتی جوانش داروی قلب استفاده می کنند. جوان معتاد چه گناهی کرده است که در اثر اعتیاد ریه و دندانهایش را از دست داده است. به آن جماعت گفتم شما عامل اصلی گسترش ظلم و فساد هستید. اگر حق تابع هوای نفس شما قرار بگیرد دنیا را پر از ظلم و فساد می کنید. آقا جان، من نمیدانستم گفتن کلمه دجال ممنوع و جرم است. مدت 31 سال است اینان روزگار مرا سیاه کردند. نامه برای شما زیاد دادم. نمیدانم چرا به دستان مبارک شما نمیرسد. این جماعت وقتی که با مقاومت من مواجه شدند با شایعه پراکنی من را یک سیاسی و اعدامی معرفی کردند. جوانان زیادی از من جدا شدند. مادر من را به دادسرای نیروهای مسلح بردند. از ایشان تعهد گرفتند که جلوی من را بگیرد تا با جوانان صحبت نکنم. در یک شرکتی 5 کیلومتری آبی کارهای آهنگری انجام میدادم. مدیر عامل آن شرکت به جرم سیاسی بودن من را اخراج کرده. به موتور جوشکاری و ابزار کارم آسیب زیادی را وارد کردند. هر جا کار کنترات می کردم با همین حرفها مرا بیکار می کردند. در نتیجه بعضی از جوانان از من جدا شده دوباره به مواد مخدر آلوده شدند و بعضی هم جان خودشان را از دست دادند. حتی مرا تا زندان اوین هم بردند. آنجا هم با زندانیان صحبت می کردم. سپس من را پیش چند نفر روانشناس بردند و یکی از آنها از من سوال کرد که از چه کارهایی شما ناراحت می شوی؟ گفتم از ظلم و فساد و ادامه دادم آمریکا به وسیله دجالان ظلم و فساد را گسترش می دهد. آمریکا مثل یک مرغ سرکنده می ماند که هر کس مرغ سرکنده را از دور ببیند می گوید زنده است چون پر و بال می زند. آمریکا از دست امام خمینی رحمت الله سیلی خورده و زخمی شده و در حال جان دادن است. هر کس ایمان و باور به امام داشته باشد میگوید آمریکا رفتنی است و هر کس ایمان و باور به امام نداشته باشد میگوید آمریکا زنده است. بعد از شنیدن این صحبت‌ها در پرونده من نوشتند که طاهری روانی شده. آقا جان، با همه اذیت‌ها، مخالفت‌ها، با یاری خداوند بزرگ و با همت همین جوانان نجات یافته از اعتیاد و تهاجم فرهنگی امروز هزاران خانواده نیازمند را کمک می‌کنیم. برای آنها خانه، ماشین، موتورسیکلت به نامشان خریداری کردیم. برای آنها خانه رهن کردیم و به اجاره خانه‌هایشان هر ماه کمک می‌کنیم و به نیت 14 معصوم 14 واحد مسکونی به تازه عروس و دامادها داده ایم. از سال 1386 تا به امروز بسته‌های حمایتی مانند برنج هاشمی ایرانی درجه 1، مرغ، گوشت، ماهی، روغن، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جارو برقی، پول آب، برق، گاز،
دارو و به تهیه کمک هزینه جهیزیه مشغول خدمت هستیم. باز هم مزاحم پیشرفت من هستند. چند سال پیش منزل مرا به اتهام داشتن اسلحه بازرسی نموده و گاو صندوق مرا نگاه کردند. داخل گاو صندوق فقط مدارک وام ازدواج و سفته‌های زیادی که مردم قرض الحسنه گرفته بودند و توان پرداخت آن را نداشتند را یافتند که بعضی از سفته‌ها را با مقداری پول تحویل بدهکاران دادم. در این مدت چند سال به خدمت اهل تسنن خیلی توجه کردم. هر کاری که برای اهل تشیع انجام دادم، برای اهل تسنن هم انجام دادم. در اغتشاشات اخیر به همه سفارش کردم. حتی یک کلمه حرف به نفع آنان یعنی اغتشاشگران نزنید و مواظب بچه‌هایتان باشید که گول نخورند و به خیابان‌ها نروند. آقا جان، زیاد وقت ارزشمند شما مولای عزیزم را نمیگیرم. در ضمن وقتی آن بازرسان خانه من از من سوال کردند که شما اسلحه داری، گفتم که عشق به خداوند یکتا، عشق به ولایت و عشق به اسلام و قرآن اسلحه من است. انسان بدون این اسلحه به جایی نمیرسد. آمریکای جنایتکار با تمام قدرت شیطانی در 8 سال دفاع مقدس نتوانست به هدف خود برسد. این جماعتی که عامل اصلی تهاجم فرهنگی هستند، زندگی هزاران خانواده ها متلاشی کردند. در دوران جنگ 3 برادر با هم با دشمنان اسلام و قرآن می جنگیدند. امروز من در بین مردم هستم، می بینم که 3 برادر با هم معتاد هستند و مادر اینها در اثر غصه داروی قلب مصرف می کند. هزاران معتاد را می بینم که زن و بچه هایشان را از دست دادند. آقا جان، من این نامه را به دست مسئولین دلسوز کشور می رسانم. شاید بعد از 31 سال به وسیله خدمتگزاران نظام به دست مبارک شما برسد و شما مولای عزیزم مرا راهنمایی کنید. خداوند پشت و پناهتان باشد. آمریکا یک خاک نیست که در گوشه ای از دنیا قرار گرفته باشد. آمریکا یک افکار منحرف و عقیده باطلی است که در دنیای بشریت القا شده است. و سلام.